خودکش میگه اگه از چت جی پی تی استفاده میکنیم داداش بدون که هیچ گویی نمیدونم. چی میکنی؟ آب جوش بیاری چی میشه؟ بخار میشه. آفرین. بخار. وای خیلی ترسم. وای اینو بگو، تیکه اولشو بگو. مایه حیات تیکه اولشه. مایه حیات. مایه حیات؟ آب. تمام شما باختید. مایه حیات آب چیه دیگه. که وقتی تشنه‌ای میخوری؟ خب حالا مایه حیات دو کلمه است. یه بار گفتم شروع کن. نشنیدم مال تو رو. جاگه جاگه خیلی سخت بازی. اوه جگه تو شهر بازی میخوریم شیرینه. پشمک بستنی شهربازی به جا افتاد. تموم شد. آقا مغازه یه چیز داره میاد پایین. کرکره. خب حالا نوعی که بگو کرکره چی؟ سقفی. نه کرکره. با چی کار میکنه؟ کرکره. اتومات برقی. کرکره برقی. ببینم خب بهت کارش باش می‌نویسیم. روان نویس، غیر خوش نویس، خودکار و اینا. قلم. خب حالا وقتی قلم. لامپ خاموش کنیم چی میشه؟ نه روشن تاریک کنیم. میشه. آفرین وقتی روشن کنیم خب فضا قلم چی خدا میشه؟ چی میشه؟ نورانی میشه. آه. روشن میشه. هم میشه دیگه. خب نورانی گفت قلم نوری باید بگی اینو. دفعه بعد بزنی چی میگم؟ آها چی موتزارلا؟ پنیر موتزارلا. خب حالا این یه پنیر دیگه است. فسنجون تو چیه؟ گردو. آفرین. پنیر گردو. تو توالت ازش استفاده میکنیم وقتی کارمون تموم میشه. نه توالت نمیتونی بگی. دستشویی یا توالت نمیتونی بگی مترادفش. آقا تو نمیتونی بگی دستشویی متوجه فرق شد. دارن. بزن براش دیگه بزن. نه خب این بزنم دیگه. طور نبود. اینو بگو. همون دستشویی میریم کفش چی شده؟
ریده شده نه نه تمیز یه کاری سنگ، کاشیه سنگ. یه کاشیه سنگ خلا نه یه اسم دیگه. کاشیه با کلاس یه سر کاشیه با کلاس سر بگو. توالت فرنگی یه کاشیه بابا دارم میگم حرفش توالت فرنگی. یه کاشیه سنگ فرش نه بابا ما یه کاشی بیشتر نداریم کف حمام چیه؟ چیکارش کردن؟ تمیز نه خب کف بزن حمام بعدی. جنس چیه؟ سرامیک؟ اینو بگو آقا چی میکشی تمیز شه اتاقو چجوری تمیز جار می‌کنی؟ برقی دست خب جارو رو گفت بیا نه دیدمش اسم بزن دیگه پس. یه کمک کاشی ها میگن بزن اسم بعدی. دیگه یه سرامیک ها توی میگن بادو